اخلاق بزرگی هستی. صادق الامین، اسلام حضرت هم گفتن جناب پیغمبر صادق الامین بودن. ما و شما هم برادران عزیز ابتدا باید جناب پیغمبر به خوبی بشناسیم که چه شخصیت بود، چه اخلاق داشت و ما باید خود را با جناب پیغمبر در ادب و اخلاق، در کردار و رفتار مانند کنیم. خداوند در قرآن برای ما میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، برای شما ای امت در رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نمونه و عبرتگاه خوبی هست. شما خودتون به هر غربی ها مانند نکنید. امروز بسیار جوان ها رو میبینید نیم سر تراشیدگی، یعنی ازار باریک در بدن چسبیدگی. برای چی میپرسی برای چی خطایی صورت کرده؟ میگه این ماده هست، یعنی که این نمونه هست. باید مانندگاهی تو جناب پیغمبر محمد مصطفی هست.